حتی اگر بعضی علما هم فتوا دادگی هستن که اگر بگم من خدمت بزه به فسان خشرو میکنم گفته و بدروی ریش پاک ز بتروشه ببروی، اگر حتی بعضیش فتوا و کفر دادن که کافر میشود، بعضیش گفتن که عاصی میشود. به چی خاطر؟ به خاطر که سنتی حسن زیبایی رسول اکرم او گویا که پس دانست، تراشیدن او را زیبایی دانست. حالا که زیبایی مرد در ریش است، مرد ریش دارد، زن مه دارد. همین زن که سری خودش به تیغ بتراشد چخیل می شود، رنگ میمون می شود. انا همه چی زن سرش به تیغ بتراشه و چی مرد ریش به تیغ بتراشه، هر دوش برابر هستند. از این سنت پیغمبر به جا بیارین، خصوصا سال رفته ها. سالتون رفت از 30 و 40 بلند شدین، دیگه شما برای چی دیگه امید تراشین رو میگردین؟ خب دیگر سوال کرده است که السلام علیکم محترم حاجی داملا، در بعضی کودک ها دیده می شود که در قفای سرشون موی می مونند، این چه حکم دارد؟ در بعضی کودک ها بعضی آدم ها عادت دارن موی چیلگی گفتن اما در پس سر کودک هم تد یک دنبک موندگی دراز میگرده، هم کودک بسیار عجیب بسیار بدرو میتوه در پس سرش دواندگی یولوری. این نه از اسلام است، نه از قرآن است، نه از حدیثی پیغمبر، از هیچ نیست. این همون کار همون زنهای جاهله است. جاهلی گمراه است، در پس سر همون کودک میدوانه میمونه، از او دو تراشش تازه خشرو نه کیک نه شپش او بهتر نیست. این عادت همون مجوسی هایی که پیش از اسلام بودن، عادت همو است. مجوسی ها، آتش پرست ها در زمان خودشون که آتش نعوذ بالله خدا گفته پرستش میکردن، موی سرشون قسمتی پیشی سر میتراشیدن تازه و از قفا موهشون دراز میموندن تا که وقتی که آتش که سجده کردن موی سرشون نسوزن، یا اینکه به همین تیغ تراشیدن هم ریشش از همون موندگی است. وگرنه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در تمام عمر خود 3 مراتب سر تراشیدگی است. 3 مراتب. همین 3 مراتب سر تراشیدگی رسول اکرم هم در موسم حج بود. غیر از حج یگان روایت یافت نشده است که پیامبر سر تراشیدگی بشه. 3 مراتب تراشیدن، همین 3 مراتب در حج. حالا که در حج سر تراشیدنش واجب است. اگر نه تراشد کوتاهش هم که کنه، مثلا ماشین که قطعی جایزه می شود. اما زمانی که اونهایی که سر تراشیده بدن در حج، انشاءالله که خداوند همه ما و شما را نصیب و روزی بگرداند که هر سال حج بریم. خداوند تراشیدنش همین است که رسول اکرم تراشیدن، همه دیگر صحابه تراشیدن. بعدن گفت که رحمت الله تعالی علی المحلقین، رحمت الله تعالی بر سر تراشیدگان با. اونهایی که نه تراشیده و کوتاه کرده بودن گفتن که ولی المقصرین، برای کوتاه کردگی ها. دیم بارم پیغمبر گفت رحمت الله تعالی علی المحلقین، رحمت الله تعالی بر تراشیدگان بود. با ولی المقصرین گفتن. 3 بارم پیغمبر خدا تراشیدگان گفت. بعد در 4 مرتبه گفت که رحمت الله تعالی علی المقصرین، رحمت الله تعالی بر سرپس کنندگان بود. یعنی پس هم که کنه بتراشش هر دش میشه، واجبی بجا میاد در حج، اما تراشیدنش افضل است، بهتر است. خب دیگر تراشیدن خاصیت خوبیش همی که انسان موی جفسی مثلا زیاد داشته باشه در جنابت، لتحت کل شعرت جنابه، هر یک تاری موی سر در جنابت هست، تا اگر هم امر تر نکنه و نشو قاق، اگر که مثلا که ترش نکنه او از جنابت پاک نمیشه. که علی رضی الله تعالی عنه وقتی که از پیغمبر همین سخنه که شنید گفت من سیمای عدوت رأسی، از همین شنیدنم سرم به من دشمن گفت. سرم به من دشمن گفتم به همین معناست که هر 2 هفته و 3 هفته پس میتراشیدش به تیغ. این خیلی خوب روایت ها هست. اما این موی سر ماندن در کودک ها و پیش تراشیدن خفاره ماندن عادت مجوسی ها و آتش پرستی عادت نکنین. بتراشین پرتین، او یگان خاصیت نداره. اون موه او را از مرگ نجاتش نمیته، اون موه او را از کسلی نجاتش نمیته، او با توفیقش نمیکنه، عالمش نمیکنه، با ادبش نمیکنه. یگان خاصیتی نداره. با قیچی ببری پرتوش از دست این موه چیزی نمیاد، یک قیل است. بتراشین پرتوینش توزه که خشرو هم کودک بیست. این عادت جاهلیت است. دیگر
همین که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موی لب کوتاه داشتن. اینجا برادر سوال کرده است که موی لب چند مقدار باید باشد؟ موی لب یعنی برودهای مردینه مقداری باید باشد که در مسلک المتقین هم حضرت صوفی علیه هم گفتگی بودن، دیگر حدیث ها وارد. موی لب مقداری ابرو باید باشد، مقداری ابرو یعنی باریک باشد، در سرخی همه لبهاش موی لب نرسد. اگر موی لبی دراز داشته باشه و در ناله خوردگیش برسه، اون ناله خوردگیش از گوشت سگ حرام تر است. بسیار قبیح است، زشت است همین موی لبی دراز داشتن. بعضی البته که مردم ما اهل سنت و الجماعت همه موی لبا کوتاه خشروی نازنینه، نه که در دیگرها بعضی هست موی لبای بسیار درازی پلی دارن که همین تا وقتی که موی لبش نگاه میکنی موی لب درازی لبش میپشونه، طبیعت خیره میشود. اگر در ناله اوقاتش برسه، اون ناله خوردگیش از گوشت سگ حرام تر است. فردا روز قیامت کلمه شهادت اشهد و لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله گفته نمیتوند. برودهاش به مثل پنجره آتشین میشود که دهن او را محکم میکنه، کلمه شهادت از او برآمده نمیتونه. از این رو موی لب‌ها را کوتاه کنین، موی لب‌ها را کوتاه کنین، مقدار ابرو باشه. البته ابروی میونه، ابروی مثلا بعضی سر ابرو هست یک مش ابرو داره او تنیه کن. خب ریش ها را دراز کنین. سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که رسول اکرم حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، صحابه جلیل القدر پیغمبر، هیچ صحابه به مثل ابو هریره وری حدیث زیاد روایت نکرده است. شبان روزن در خدمت رسول اکرم بود. حدیث فرمود از جانب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که قص الشوارب و عرق لحا. ابو هریره میگه که رسول اکرم امر کرد که قص الشوارب، کوتاه کنید موی لب‌ها را، برودها را کوتاه کنید. بعدا موی لب از پایانش زدن لازم، از پایان بزنه که لب‌هات نمایان شود، در ناله نرسد، خوردگیت حرام نشد. از بالا نه، از پایان زدن در کار. خب پیغمبر گفت قص الشوارب و عرق لها خالف المجوس، موی لب‌ها را کوتاه کنید، ریش ها را دراز کنید. پیغمبر میگه خلاف مجوسی ها کنید. مجوسی ها همو آتش پرستا را گبرا را میگن. گبرها و آتش پرستا ریش هاشون میتراشیدن، موی لب‌ها را دراز دراز میکردن. که همون زمانی که اسلام پهن شد، از فارس به نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 2 نفر یا چند نفر آمدگی بودن. رسول اکرم وقتی که دید چون طبیعت رسول اکرم خیره شد، موی لب دراز دراز داشتن و ریش ها تراشیدگی بود. این تراشیدن ریش هم از همون افعال فرعون است. سنت مؤکده است. اکثر کتاب ها ریش ماندنش واجب گفتگی هستند. البته واجبیتش نتراشیدن او است، اما سنت مؤکده بدنش هم است که مقدار یک قبضه باشه، نه تا کوتاه تا ریش موری کوتاه نباشه، بلکه یک قبضه باشه که همین طبقه پیش یک قبضه باشه. از یک قبضه زیاد شد زدن خوب است، از اوی که میده و میروه. یک قبضه بدنش سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. اما ریش داشتن نه تنها از پیغمبری ما، بلکه همه انبیایی که پیش از پیغمبری ما تا آدم علیه السلام بودن، همه اونها ریش داشتن. ریش یکی از حکمتهاش همین است که مرد کامل میکند. از فسق فساد کاری بد همین ریش داشته باشه آدم، همون منع میشود، خود شرم میکنه. دیگر همین که سنت انبیای مرسلین متقدم بجا می آید. دیگر همین که همه علما و بزرگای دنیا همش ریش داشتن، بیریش نبودن، ریش ها چون تراشیدگی نبود. از این رو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت که قص الشوارب، کوتاه کنید موی لب‌ها را، و عرق لها، ریش ها را دراز کنید، خالف المجوس، شما خلاف مجوسی ها کنید. در دیگر حدیث گفته است خالف الیهود، خلاف یهودی ها کنید. از این رو امروز بعضی سنت های زواید مستحب قپیده ایستادن، فلان پکان سنت بجا بیارین، ریش ها تراشیدگی گشته است. یا که جوانایش هست سر تبوبشون سر تنبشون دنیا چپه میشه و گفته میگن ریش خودش تراشیدگی گشته ایستاده است.
او واجب ترک کرده، سنت پیغمبر را ترک کرده است. رسول اکرم یگان مراتب در حیات در عمر با برکات خودش تیغ بروی مبارک بردگی نبود. این سنت برای چی فراموش کردگی هستن؟ مردم در دل آرامش میارد، عصب آرام میکند، مرد باشه شهوتش زیاد میکند. میخیل خاصیت های خوبی دارد ریش. یعنی که حسن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ریش مبارکشان ریش قفس داشتن، کلان داشتن. حتی اگر بعضی علما هم فتوا دادگی هستند که اگر بگم من خدمت بزه به فسان خشرو میکنم گفته و بدروی ریش پاک ز بتروشه ببروی، اگر حتی بعضیش فتوا و کفر دادن که کافر میشود، بعضیش گفتن که عاصی میشود. به چی خاطر؟ به خاطر که سنت حسن زیبایی رسول اکرم او گویا که پس دانست و تراشیدن او را زیبایی دانست. حالا که زیبایی مرد در ریش است، مرد ریش دارد، زن موه دارد. همین زن که سری خودش به تیغ بتراشد چخیل می شود، رنگ میمون می شود. انا همه چی زن سرش به تیغ بتراشه و چی مرد ریش به تیغ بتراشه، هر دوش برابر هستند. از این سنت پیغمبر را به جا بیارین. خصوصا سال رفته ها، سالتون رفت از 30 و 40 بلند شدین دیگه، شما برای چی دیگه میتراشین رو میگردین؟ سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به جا بیارین. وقتی که ما میگیم بنده خدا هستیم، امتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هستیم، دوستدار پیغمبر هستیم، دوستدار پیغمبر کی باشی، بنده خدا کی باشی، سنتی او را به جا بیار. خب تراشیدنش حرام است. دیگر حلق الشارب بدعة و قیل سنة، ریش ماندن که سنت پیغمبر است. موی لب هم کوتاه باید داشته باشی، مرد باید موی لب بروتی کوتاه داشته باشه، ایتا پاک تراشیدگی نباشه. یا اینکه بعضی مثلا که هست مسافرها همون ریش زیبای خوش رو دارن، موی لب کوتاه کنه تا به تیغ نتراشنش. هم ریش دارن هم موی لب به تیغ تراشیدگی پشت لبش هم تا بدرو میتوه. کوتاه بمونین، امورا که چی است؟ کوتاه ماندنش سنت است.